سومین مرحله چرخه عمر محصول رشد هستش. یه تعریف کوچیک از رشد داشته باشیم. حضور برندمون در بازار اهمیت بسزایی داره. در مرحله رشد باید با اثر که حضور برندمون در بازار طوری برنامه‌ریزی کنیم که با هدف پیروزی بر رقبا دستور کار باشه. مرحله چهارم بلوغ محصول هستش. در این مرحله باید خودمون متمایز در برند و پیشگام در محصول ایجاد کنیم. پنجمین مرحله اشباع هستش. زمانی که محصولات رقبا تو بازار به وفور پیدا میشه. در این مرحله خیلی سختی هستش. شرایط اقیانوس قرمز هستش. با افزایش رقبا و ترجیح رو محصولاتی که برای مشتریان اهمیت ویژه دارن متکی باشیم و طوری برنامه‌ریزی کنیم بودیم در مرحله اشباع سهم از بازارمون افزایش بدیم. و آخرین مرحله افول محصول هستش. زمانی هستش که محصول تقاضا کاهش پیدا میکنه، رقبا افزایش پیدا کردن. در این مرحله برای حفظ و احیای مجدد محصول لازمه که تبلیغات جدید داشته باشیم، قیمتامون رو کاهش بدیم، رو قیمت ها بررسی کنیم، قابلیت های جدیدی رو محصول ایجاد کنیم. با این عناوین بتونیم سهم از بازارمون در خصوص افزایش سهم از بازار از طریق فروش حداکثری محصولات در زمانی که چرخمون در افول هستش خودمون رو حفظ کنیم. خب مرحله بعدی مباحث مرتبط با مشتری هستش. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم یه تعریف کوتاه از مشتری داشته باشیم. من بهترین تعریف مشتری رو از مهاتما گاندی که خودش تعریف مشتری رو به این شکل انجام داده خدمتتون تقدیم میکنم. تعریفشون از مشتری اینه که مشتری بازدید کننده در محدوده کار ما نیست. او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. او مزاحم کار ما نیست، او هدف کار ما می باشد. او یه بیگانه در کار نیست، او بخشی از آن است. ما با انجام کار برای او لطفی در حق او نمی کنیم. اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند. این بهترین تعریف به نظر من جایگاه مشتری از نگاه گاندی و جامعه بازارجویان در دنیا تلقی شده. انتظاری که مشتریان از بانک دارن از دریچه نگاه مشتریان خدمتتون عرض میکنم خیلی مهمه اینا در موقع مذاکره و ارتباط گیری با مشتریان لحاظ کنیم. اولین انتظار مشتری از نماینده بانک برخورد مثبت و حرفه‌ای هستش. دومین مرحله دانش و محصولات خدمات هستش. یعنی در واقع بتونید محصولات و خدمات مورد نیاز و مشتری رو راحت خدمتشون توضیح بدهید. ارائه اطلاعات کافی و قابل درک برای مشتری خیلی مهمه. به زبان خودش باید صحبت کنیم. مباحثی براش مطرح کنیم که قابل درک باشه برای مشتری. کارایی و دقت و سرعت عمل در کار اهمیت بسزایی دارد در نگاه مشتری. کوشش در ایجاد حفظ رابطه بلند مدت. من قبلا توی اسلاید خدمتتون عرض کردم بازاریابی رابطه اهمیتش رو اینجا خودشون نشون میده. احترام به علایق و نظرات و گوش مشتری بسیار مهم است. و آخرین مرحله صداقت و شفافیت در برخورد با مشتری به طوری که از آن خودش و مثل خودش ببینه شما رو. یکی از مباحث بسیار مهم که همیشه در محصولات و خدمات مطرح میشه اینه که چرا مشتری محصول یا خدمت رو میخره. این خیلی اهمیت داره. انواع فایده یا مطلوبیت محصولات و خدمات از نگاه مشتری تیتروار خدمت شما عرض میکنم. تامین ظواهر مورد نظر، امکان دستیابی و خرید راحت، زمان دستیابی و خرید دلخواه، محل دستیابی و خرید مطلوب، اطلاع رسانی کافی محصول، تأمین نیازهای روانی از مهمترین مباحث فایده و مطلوبیت محصول از نگاه مشتری تلقی میشه. مبحثی که الان میخوام در خدمت شما باشم در خصوص محصولات و خدمات
بانکی هستش. مقدمتاً خدمت شما باید عرض کنم که ما در مذاکرات با مشتریان در لزوم در خصوص اطلاعات مشتریان و چیزی میخوایم پرزنت کنیم نیاز به اطلاعات مشتریان داریم. در این خصوص قبلا توضیح دادیم خدمت شما در آمیخته‌های بازاریابی. خب از صورت مهمترین مبحث در خصوص آمیخته‌های بازاریابی محصولاتی که توسط سازمان کسب و کار تولید میشه نهایت به فروش میرسه که به آمیخته‌های بازاریابی به عنوان پی‌های بازاریابی هم شناخته میشه. در خصوص پی‌های بازاریابی اولین مبحث محصول هستش، خدمات هستش که در این خصوص خدمت دوستان عرض کردیم. قلب بازاریابی با محصول شروع میشه و در تمام مذاکرات و اقدامات بازاریابی از طریق محصولات شروع خواهد شد. در این خصوص لازمه که من محصولات بانک سرمایه رو خدمت شما تیتروار عرض کنم که بعد از اون در خصوص طرح‌های تسهیلاتی به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد. در خصوص محصولات و خدمات بانکی در حال حاضر بانک سرمایه طرح نسیم رو داریم، طرح نسیم خرید رو داریم، تسهیلات پذیرندگی برای دستگاه‌های پست و IPG، صدور انواع ضمانتنامه، اعتبار اسناد داخلی یا LC داخلی، خدمات ارزی، خدمات الکترونیک شامل پایانه‌های فروشگاهی، دستگاه ATM، درگاه پرداخت اینترنتی، اینترنت بانک، سوپر اپلیکیشن سرمایه و صدور انواع کارت ها. طرح جدیدی هم داریم به عنوان طرح ثروت سرمایه و محصولات دیگه‌ای که دوستان در خصوص محصولات دیگه اطلاعات کافی و وافی دارن و در آینده هم محصولات تولید خواهد شد و خدمات مشتریان اقدام خواهد شد. مبحث بعدی در خصوص طرح‌های تسهیلاتی بانک سرمایه هستش که به ترتیب خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اولین طرح نسیم سرمایه هستش که نوع عقدش قرض الحسنه هستش. مبنای تسهیلاتش هم بر اساس سپرده طرح نسیم انتقال و غیر وجود دارد. نرخش 4% برای اشخاص حقیقی خانوار 60 ماهه و حداکثر مبلغ 3 میلیارد ریال. برای اشخاص صاحبان مشاغل و حقوقی بر اساس انتقال امتیاز به کارکنانشون قابل استفاده هستش. حداقل مدت برای سپرده‌گذاری این طرح 1 ماه هستش که بر اساس معدل حساب قابل پرداخت خواهد بود. دومی طرح مهر هستش، نوع عقد مرابحه هستش، بر اساس معدل حساب‌های کوتاه مدت و قرض الحسنه انتقال به غیر وجود دارد. نرخش 23%. برای اشخاص حقیقی 60 ماهه حداکثر 3 میلیارد ریال، صاحبان مشاغل 36 ماهه حداکثر 5 میلیارد ریال، اشخاص حقوقی 12 ماهه 20 میلیارد ریال. حداقل مبلغ معدل حساب 3 ماه از افتتاح حساب خواهد بود. طرح بعدی طرح پرداخت تسهیلات هستش. سومین طرحمون هستش. این طرح بر اساس عقد مرابحه قابل پرداخت هستش. لازم هستش که مبلغ تسهیلات بر اساس مجوز معاونت محترم اعتبارات یا بودجه تخصیصی کمیته اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود. نرخ تسهیلات 23%. برای اشخاص حقیقی 36 ماهه حداکثر 2 میلیارد ریال و اشخاص حقوقی 60 ماهه 5 میلیارد ریال. اولی هم بر اساس حدود اختیارات شعبه و دومی بر اساس عکس مجوز از معاونت اعتباری هستش. چهارمین طرح نسیم پذیرندگان هستش. طرح نسیم پذیرندگان بر اساس عقد مرابحه قابل پرداخت هستش. بر اساس سپرده طرح نسیم انتقال به غیر وجود دارد. نرخش 15%. اشخاص حقیقی خانوار 60 ماهه حداکثر 3 میلیارد ریال، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل حداکثر 36 ماهه 5 میلیارد ریال،
اشخاص حقوقی 12 ماهه حداکثر 20 میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود و مدت زمان انتظارم حداقل 1 ماه بر اساس معدل حساب که ایجاد خواهند کرد. طرح بعدی نسیم مرابحه هستش که بر اساس طرح نسیم هستش، عقدش هم مرابحه هستش، انتقال به غیر وجود دارد، نرخ 16% هستش، اشخاص حقیقی خانوار 60 ماهه حداکثر 3 میلیارد ریال، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل 36 ماهه حداکثر 5 میلیارد ریال، اشخاص حقوقی 12 ماهه حداکثر 20 میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود و مدت زمان انتظار برای تسهیلات حداقل 1 ماه بعد از افتتاح حساب خواهد بود. طرح بعدی طرح نسیم فرهنگیان هستش که بر اساس نسیم فرهنگیان 1 و 2 هستش. نوع عقدم قرض الحسنه هستش. بر اساس سپرده طرح نسیم انتقال به غیر وجود دارد. نرخ تسهیلات هم 4% هستش. ویژه فرهنگیان اعضای صندوق ذخیره مال طرح نسیم فرهنگیان 1 هستش و در خصوص فرهنگیان 2 فرهنگیان مخصوص شاغلین و بازنشسته خواهد بود. حداکثر مدتش هم 60 ماه هستش. حداکثر مبلغ تسهیلات هم 3 میلیارد ریال. حداقل مدت انتظار 1 ماه بعد از ایجاد سپرده‌گذاری خواهد بود. طرح بعدی نسیم خرید هستش که دوستان بیشتر در خصوص این طرح باید تلاش بیشتری داشته باشن، توضیح بیشتری خواهم داد. طرح نسیم خرید نوع عقد مرابحه هستش. بر اساس مبنای تسهیلات هم معرفی فروشندگان برای دریافت تسهیلات توسط فروشنده هستش. نرخ تسهیلات 16% هستش. برای اشخاص حقیقی حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات 18 ماهه، حداکثر مبلغ هم 2 میلیارد ریال می باشد. خب در این خصوص بازارهای هدف هم اینجا من یه توضیح کوچولی رو خدمت دوستان خواهم داد. بازارهای هدف برای این محصولات فروشندگان کالا و خدمات هستش، فروشندگان لوازم خانگی هستش، خدمات درمانی شامل زیبایی، عینک، فروش عینک یا دندان پزشکی ها میتونن از این خدمات استفاده کنن. مراکز آموزشی مثل مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه، کارگاه تولیدی مثل تولید کابینت، درب و پنجره و سایر موارد، فروشندگان لوازم برقی، عطر و اتوکلون، لوازم یتیگی اتومبیل و ادوات کشاورزی. شرکت‌های بیمه‌ای هم میتونه جزء بازارهای هدف این محصول باشه. باشگاه‌های ورزشی برای ثبت نام مشتریانشون میتونن از این طرح تسهیلاتی استفاده کنن. همچنین تالارهای برگزاری مراسم هم میتونن از طرح نسیم بهره‌برداری لازم داشته باشن. نوع عقدم خدمتتون عرض کردیم مرابحه هستش. طرح بعدی طرح مهر فرهنگیان هستش. نوع عقد مرابحه هستش. مبنای تسهیلات هم بر اساس معدل حساب‌های کوتاه مدت و قرض الحسنه هستش. انتقال به غیر وجود دارد. نرخ تسهیلات 22%. ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان هستش. حداکثر مدت بازپرداخت برای این طرح 60 ماه هستش. حداکثر مبلغ هم 3 میلیارد ریال و 3 ماه از افتتاح حساب قابل پرداخت خواهد بود. مدت انتظارش 3 ماه می باشد. طرح بعدی طرح ثروت سرمایه هستش. نوع عقدش مرابحه است. بر اساس سپرده بلند مدت هستش. نرخ تسهیلاتی که برای این طرح پرداخت میشه 10% هستش. انتقال به غیر وجود دارد. برای اشخاص حقیقی قابل انجام هستش. حداکثر مدت باز پرداختم 13 ماهه هستش. حداکثر مبلغ پرداخت این تسهیلات و استفاده از طرح ثروت 5 میلیارد ریال هستش. خب در مورد طرح ثروت هم مزیت هایی که داره خدمت دوستان عرض کنم و
میتونه تو بازار مزیت رقابتی فعلی میتونیم از این طرح بهتر استفاده کنیم، شامل نرخ سود بالاتر نسبت نرخ حداکثری قبلی که داریم پرداخت میکنیم. پرداخت سود پیش به عنوان یه آپشن مثبت برای این محصول تلقی میشه. امکان واگذاری امتیاز به غیر برای اقوام سببی و نسبی قابل انجام خواهد بود. نرخ سپرده هم در خصوص طرح ثروت سرمایه 22.5% هستش. حداقل مبلغ 100 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 100 میلیارد ریال میباشه. در قالب عقد مرابحه تسهیلات به مشتریان قابل پرداخت خواهد بود.